نامم ازمرای است. از ولایت بلخ هستم، ولسوالی خل. یعنی 25 سال تقریبا میشه که در این کاروبار هستم. ولی 5 سال میشه که صرف به کار بوت چبلیک کار میکنم فعلا دیگه. از اون پیش کارهای چستک و یا بوت و بعضی چیزای دیگه بود. یعنی کارهایی که زیاد شروع کردیم، مثل یک کارخانه، مثل یک شاگرد داشته باشیم 5 سال میشه. در این 5 سال خیلی رشد کردیم فضل خدا. و کوشش کردیم سر کار خود، زحمت کشیدیم که یک چیز خوب جور کنیم که یک کسی جلب توجه یک کسی شود. از ما کار ما صرف بازاریابی ماست. ما دیگه کدام چیز دیگه نداریم. کار خوب جور میکنیم. یک کسی که در پایش یک کسی دیگه میبینه در پای ازو کجا جور کردیم، مثلا راسته کلالی خیلی وایز مرای، یا مثلا با همین نام کل جای پیش میره. در کابل داریم فعلا مشتری، خب در فاریاب داریم، بدخشان داریم، خواهی خود ولسوالی بلخ خود زیادی است بگویم. مثلا اون مثل که خود بلخ میره، چمتار میره، این طرف میره، یا اینجا خود زیادی است، زیاد است بدون از این. اون بیرونی هم داریم. دمان مشکلی ما اونمو مصارف بالایش است یا که امکانات نیست. این ماشینی که داریم فکر بکن ماشینای خیاطی از این کار میکنم. این خام مکمل از ما از پاکستان میاریم. این پاکستانی نیست اصلا، خود از یا از بلژیم میاد، از کره میاد، از اون طرفا در پاکستان میاد و از پاکستان ما میاریم. تلش خود پاکستان ایران دوی از این تولید میکنه. از ایرانی کیفیتش بالاتر است، قیمتش بالاست. پاکستانی قیمتش پایین است، کیفیتش هم پایین است. این مثلا کابلی فعلا جور شده، کابلی هم کیفیتش نسبتا خوب است. نه نرخش هم مناسب تر است. 4 درجن، 3 درجن، 5 درجن. اون نظر دم کارش است. یعنی کارش موادش مصرف جنجال زیاد است. این بسیار برای از 3 تا میبره. او که جنجالش کم باشه، وزره میتونیم 4 تا 5 هم تولید بکنیم. این کاری میشه، قلم میشه، اون چی است دیگه. کار دست است. تاپش قلم کل جایش کار دست است. این رقم زمان هم چی داره، اندازه داره. این اندازش است.
این اندازه است که سر تو مانده میشه، زیر دومیخ میشه، تابا میشه. هر کدام از این یک سوراخ میشه. بسیار قسم‌ها از ما فعلا در رشد است فضل خدا. مثل میزگری سقوط کرده، خب آینگری سقوط کرده، خب دیگه مثل مویتابی و سابق بوده و یا بعضی چیزا قسمایی که سابق بوده یادم نمونده دیگهش و سقوط کرده. از ما نسبتا خوب است به دلیلی که ما اینمی شیبا را کلش از خارجی میگیریم، از جرمنی میگیریم، از این میگیریم، از اینترنت میگیریم. مقصد کوشش میکنیم که یک لقمانانی از این ما جدا کنیم. بوت است، چبلی است، مسی است، دیگه چستک است. این 4-5 استابلت مزه دیگه. سر تل زیاد کار کرده رو استیم که تلا را بخشی بیم و ریکر جور کنیم یا ایکو جور کنیم، از این تو شیره میگیم از جور کنیم. او باز کلوفت است. مطلعه که اینجا داریم بردار است. اکثری مردم به خاطر بردارش اینجا خوش نمیکنن، میگن این بردار است، خوبش معلوم نمیشه. این زحمتی رویشه که ما میکشیم کلش اموشی به خارج است، ولی تل ما یک چیز است، یک تل برای کل چیز. برای بوت ما میزنیم، برای چبلی هم میزنیم، برای پوزواز هم میزنیم، برای پوزمند هم میزنیم. این باید تفاوت داشته باشه که نداره. این ما امکانات نداریم. اگر مثلا کسایی که وارد میکنن از پاکستان، از ایران اونجا، وارا میگیم که ما با این تن این رقم جور کو، میگه این یک تو میخری، میگه برای من 1 لک 2 لک یا 5 لک چی بده برای دایی میگن اونا. این ما اونجا با نام تو جور میکنیم. ما مثلا 50 درجن باید تو از این فروش داشته باشی، 50 درجن تلا باید تو او کده بتانی که مثلا با نام تو را بیارم. من یک ماشین جور کنم تو هفته 5 درجن کار نکنی، خب برا نمیکنه نه؟ این تو دلیلش هسته. این امکانات نیست رسید. اما سری کار سرمایه گذاری نشده اصلا. سر بسیار کارا شده، سری قسمی بدوزی دوره مسابقه هم سرمایه گذاری نشده. فعلا هم تقاضای مهمی است از دولت فعلی که یا این خام به هر قسمی که هست، خوی آهنگریز، علبی سازی، میزگریز، هر قسمی که هست، اما مواد خام باید اما گمرکیش بسیار پایان بیارم. این میشه مردم رشد میکنه، مردم سری کار میشه، مردم فرار نمیکنه.